هتل. تو اینجا چی کار میکنی؟ من آدرس اینجا رو ملی دیشب بهم داده، توی دوره همی دیدمش. من آواتار رو نمیشناسی؟ نه. دیشب ملی رو توی مهمونی دیدم چه خوشگلش کردی، ناخوناشو موژه‌هاشو، تازه شاخاشم برداشته بودیم. دوستای دیگه هم قراره بیان. من از شر این گوشا خلاص کنید دیگه، خسته شدم. فردا مهمونی خیلی خفن دعوتم. میخوای برام موژه بذاری؟ میری اون سیب معروفتون رو بیاری؟ مطمئنم درست میشه. خیلی مری تعریفشو میکرد. حتما. یه دقیقه وایسیم، اومدم. بفرمایید عزیزم. این که سیب نیست. من با بچه‌ها حرف زدم، گفتن شما حتما باید موز بخورید تا خوشگل شید. پس من این موز بردارم. میشه. موزش خیلی کوچولوئه. کجاش خوشمزه است. عزیزم بیدار شو. خودتو ببین. وای گوشام دیگه نیست. عزیزم منو ببینن دیگه همه میان اینجا. از فردا منتظر همه باشیم. دوستان این زیر شماره رو براتون میذاریم، هر موقع خواستین بیاین وقتتون رو رزرو کنید از قبلش. مرسی. به نظرم اینجا معجزه اتفاق میفته. حتما همتون بیاین اینجا.